از فرزند دل نمیکنم، حالیا او را در آغوش خواهم کشید. میگوید پدری سال خورده میرزا بیکا پولاد که در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زندگی میکند. او زیاده از 7 سال است که چشم به سوی فرزند دارد. دو دیده بر راه میدوزد به امیدی که تا فرزند جگربندش آید و گوید بیا اید رفتیم شما را به خانه میبرم. من میگم که پسرم خدا رازه پدر رازه، نه فرزند دل نمیشکنم. آریپا و سید نیسا مادری 86 ساله است که 6 سال این جانب چشم به سوی نبیرگانش دارد. او هر لحظه دعا میکند که از حالش خبر گیرند و یگانه چیزی که تسکین بخش دلی ریش او مانده است این امید است. او تنها امید دارد و باز هم تکیه به خدا میکند که روز نزدیکانش برای خبرگیری او می آیند. او حالیا انتظار صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای آمدن نبیرگان دلبندش را انتظار است. آمدن آدمان خیرخواه و نکوکار، نفرانی به ایمان و به وجدان را انتظار است. او میگوید از مسلمانان چشم امید دارم. زگیره که اینجا من های دختر میکنم پسر میکنم همه ها تولا میکنم که من نقل نگاه کن تو من همینجا غریبه و کار نکنه دو گیران بوده لازم کنه خانم نیست به جا میکنم شرفه اوی میکنم زخ میشم همین به بچم به چیزی نیست به کسی نه آدمتون باشد بوده خیشتون باشد بوده تلفن نه که من تلفن کنم بودی که خوش به همینجا نمانم مگم من گیران بودم خوب جای خدا بابا انی پدر و مادرم و دف کند همینجا گیران برود مدام بعد تا مدن میرس من میستم همینجا گفته همین کرشتن تر درم تن داده گیره میکنم نول میکنم یا ها میگم با شکر میکنم خیلی خدا یکون کار میکردی گفته خدا هایکو این ها هایکو آدم هایکو دنیا ده مسلمانو ملکو گفته با خدا دلم به صبر میشد صبر طاقت که اشتیم من بچم همه قدرت همه قدر غم داشتم من طاقت که اشتیم هیچ که حالم نمیپسد هیچ که آسان نمیگم مشکلی منه نه همش نگرم ها میگریم مجی شما هم همسایه ها چیزه باید 4 سال 5 ساله همسایه خبر میگیرن؟ ها خبر میگیرن چیزه گم گفته که میکنه میبیان میخوای سیوق قیوق جگر بخته میبیان برای همسایتان شما چی گفتن میخواهید؟ من همسایه بکن بکن کسلوشان های شرایطشان میبد دارد نمیبد دارد همه زیاری نمیکنم نبیتام میگم اکن امیدم از خدایو همه امیدوار میشم که خدا این ساختید رو ساخت رفته سلامت به خطاری کب الهیم این ساختید الهی مردم همینجا نماند گفته ارزم همین. با یکی از منطقه های شهر خوجند میگذشتیم و بینایی را دیدیم که خیلی زمانوی. به آن بنا داخل شدیم دیدیم که خیلی حزن آور بود، زیرا پدر و مادران سال خورده با درد انتظار می نشستند. حالا در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زیاده از 60 نفر پدران و مادران دلریش و جگرخون زندگی دارند که با هر راه به اینجا آمدند. یکی را خانه‌اش را فروختند، دیگری را نخواستند که با فرزندانش زندگی نماید، سومین را به استراحت میبریم گویان فریب دادند. یکی را دخترانشان عصای دست پیری شده آوردند، دیگری را فرزندان عزیزش به استراحت میبرم. از فرزند دل نمیکنم، حالیا او را در آغوش خواهم کشید.
میگوید پدری سال خورده میرزا بکا پولاد که در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زندگی میکند. او زیاده از 7 سال است که چشم به سوی فرزند دارد. دو دیده به راه میدوزد به امیدی که تا فرزند جگربندش آید و گوید بیا اید رفتیم شما را به خانه میبرم. من میگم که پسرم خدا رازه پدر رازه. نه فرزند دل نمیشکنم. آریپا و سید نیسا مادری 86 ساله است که 6 سال این جانب چشم به سوی نبیرگانش دارد. او هر لحظه دعا میکند که از حالش خبر گیرند و یگانه چیزی که نگاه کن تو من همینجا غریبه و کار نکنه دو گیران بوده لازم کنه خانم نیست به جا میکنه شرفه اوی میکنم زخمشم همین به بچم به چیزی نیست به کسی نه آدمتون باشد بوده خیشتون باشد بوده تلفن نه که من تلفن کنم بودی هوش به همینجا نمونم مگم من گیران بوده خوب جای خدا بابا انی پدر و مادرم و دف کند همینجا گیران برود مدام بعد تو مدانه میرس من میستم همینجا گفته همین کرشیان تر درم تن داده گیره میکنم نول میکنم یا ها میگم با شکر میکنم. تسکین بخش دلی ریش او مانده است این امید است. او تنها امید دارد و باز هم تکیه به خدا میکند که روز نزدیکانش برای خبرگیری او می آیند. او حالیا انتظار صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای آمدن نبیرگان دلبندش را انتظار است. آمدن آدمان خیرخواه و نکوکار، نفرانی به ایمان و به وجدان را انتظار است. او میگوید از مسلمانان چشم امید دارم. زگیره که اینجا من های دختر میکنم پسر میکنم همه ها تولا میکنم که من نخواه خدا یکون کار میکردی گسته خدا هایکو این ها هایکو آدم هایکو دنیا ده مسلمان ها ملکو گسته با خدا دلم به صبر میشد صبر طاقت که اشیه من بچم همه قدرات همه قدر غم دشم من طاقت که اشیم ایش که حالم نمیپسد ایش که آسان نمیگم مشکلی منه نه همش نگرم هم نگریم مجی شما یا همگرم همسایه ها چیزه باید 4 سال 5 ساله همسایه خبر میگیرن؟ ها خبر میگیرن چیزه گم گفتگی میکنم بیان میخوای سیو قیوق گم قیوق